اینو میخری فکر میکنی اصلشه، ولی غافل از این که این اصلشه. پکیجینگاشون اگه بخوایم مقایسه کنیم تقریبا خیلی شبیه همن و از روی جعبه نمیتونیم چیزی رو تشخیص بدیم. داخل جعبهش علاوه بر خود چسب یه دونه از این کاغذها هست که توضیحات روش نوشته شده که خب کاملا شبیه همه، فقط کاغذ نمونه فیک یه مقدار کلفتر از اون یکیه. و این کاغذایی که باید روی چسب بذاریم تا چسب خوش بشه و بعد بکنیم توی نمونه اصلی خیلی لطیفتر و نازک‌تره. میرسیم به خود محصول که اینا هم بچه‌ها کاملا شبیه همن، فقط یه تفاوت کوچولویی که دارن این نوشته های پشت محصول تو نمونه فیک یه مقدار درشتره. در نهایت بهترین راه تشخیص خود مایع چسبشه. نمونه فیک رنگش کاملا سفیده ولی نمونه اصلی شیری رنگه. بافتش هم همونطور که تو ویدیو میبینی نمونه فیک یه مقدار سفت‌تر و بیشتر کش میاد. و در نهایت بوشه که خیلی مهمه. نمونه فیک بوش یه حالت عطری داره ولی نمونه اصلی یه بوی تندی میده که تقریبا